جذب سریع با تکنیک فوق‌العاده 2 7 40. قبل از هر چیز 7 تا از خواسته های مهمی که دوست دارید جذبشون کنید رو مشخص کنید و اونها رو روی کاغذ بنویسید. برای خودتون بنویسید تا فراموششون نکنید. بعد از مشخص شدن خواسته هاتون هر روز صبح شما باید بنویسید که امروز به این خواسته میرسم و این کار رو برای هر 7 خواسته انجام بده. مثلا امروز ماشین دلخواهم رو میخرم، امروز به درآمد دلخواهم میرسم، امروز به آرامش میرسم و هر خواسته که دارید رو بنویسید. حالا باید هر شب همون 7 خواسته رو به صورت شکرگزاری و به شکلی که انگار اونها رو به دست آوردید بنویسید. خدایا شکرت که ماشین دلخواهم رو خریدم، خدایا شکرت که به درآمد دلخواهم رسیدم و هر خواسته که دارید رو بنویسید و در نهایت شما باید این تمرین رو به مدت 40 روز انجام بدید. یعنی 7 خواسته رو در 2 نوبت صبح و شب به شکلی که گفته شده به مدت 40 روز و شب می نویسید. دوست خوبم لطفاً این تمرین رو انجام بده که فوق‌العاده است، چون به طور همزمان برای 7 خواسته میتونید جذب داشته باشید و تا انتهای ویدیو همراه من باشید و احساستون رو برای من کامنت کنید. نکات مهمی وجود داره که حتما باید رعایت کنید. تمرین حتما باید به شکل مکتوب باشه، به صورت گفتاری انجام نمیشه. حتما باید برای 7 خواسته انجام بشه، نه کمتر نه بیشتر. تمرین باید 40 روز متوالی انجام بشه. اگر روز یا نوبتی از صبح یا شب رو فراموش کنید باید مجددا تمرین رو شروع کنید و ادامه بدید. جملات تمرین برای تمام روزها باید ثابت و بدون تغییر باشن. دقت کنید تمام جملات رو به صورت مثبت و برای چیزی که میخواید بنویسید، نه برای چیزی که نمیخواید. جملاتی عالی جهت شکرگزاری. با من تکرار کنید. خدایا شکرت به زندگیم عشق دادی، خدایا شکرت به زندگیم هدف دادی، خدایا شکرت به زندگیم ثروت دادی، خدایا شکرت به زندگیم برکت دادی، خدایا شکرت به زندگیم شادی دادی، خدایا شکرت که به زندگیم آرامش دادی، خدایا شکرت به زندگیم نور الهی دادی، خدایا شکرت برای اتفاقات خوب امروزم، خدایا شکرت برای سلامتی خودم و عزیزانم. پروردگارم برای همه چیز بی نهایت سپاسگزارم. دوست خوبم لطفاً کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو فعال کن تا ویدیوی بعدی ما رو همراهی کنید. دوستتون دارم.